کاری کنه نکوشا دورو حیف بشود کمک کنه یکون کار کنه یکون فکر کنه دختر رو نکوشن. یا خدایا در اینجا چی گپ است؟ این چی محله سرقوا بوده است؟ دومولو نمیک سوال رو میکشن. خانم مبارو؟ یک طرف یاریده میکشن. خانم مبارو چی شد؟ دومولو نمیکی احمق سوال رو محکم کرده است نمیگذارد که بیرون بروید باز احمقیش رو سر کرده است. دومولو التماس یگان کار کنید. آرام باشید. دومولو من نمیک رو دیدم که سوال رو به خانه در آورد در دستش کالتک داشت میکشد رو. ای خانم ها بسیار واهمه نکنید آخر آنها کودک نیستن. در محکم است؟ بله. دیگر همسایه ها نیستن؟ 15 روز شد که نیستن. دومولو این خیلی نمیشود پلیس رو دعوت کنم. چرا در رو پلیس رو فریاد میکنی جیران؟ یا خدا هیچ گپ نشده از واهمه نکنید. از درس پلیس میاد خودمون حل میکنیم. نمید بسیار بد خشم است خدا نگاه دارد به شما هم ضرر داده. واهمه نکن شما زنها همیشه واهمه میکنید. سخن نر مر را از خانش بیرون میبرد. حالا من رو با بیرون میبرم. استاد شما این نمیک رو نمیشناسید. با خدا یک انسان دیوانه از گپ را نمیفهمد. من رو آرام میکنم تو خاطر نباشی جری خودت رو بعد از گیر. یا خدا دومولو او شما رو هم گوش نمیکنه. گوش میکند. استاد ایستید نروید. استاد با درکشو زنم. چه خیلی درکشو آمده چی کار میکنه؟ دومولو استاد باز نرفتی. با خدا دومولو بر اومده. ازانی من هستی؟ با دومولو برای چی گپ میزنی؟ ازانی من هستی فهمیدی؟ من تو رو میکشم تو رو. دومولو تو با کاری ما دخالت نکن. سیوال شما بیرون بروید. دومولو احتیاط برو از اینجا برو. استاد رو گفتم که نرو. انا سیوال بر اومد. سیوال دختر خوب است. شیرین در دستش کار داشت باز دومولو رو یکان کار نکنم. خدا رو شکر که صحت و سلامت هستی دخترکم. خدا رو شکر. استادم خدا نگهش دارد نمیک دیوانه است. آواز نمی آید با استادم آن چیزی شد. اکه اجری کنی رفتیم بینیم چی شد. تو چی ها میگویی نمیک انسان دیوانه هست ما رو هم زده نکشه. خوب هستی دومولو؟ خوبم شما خوب هستید. خدا نگهبانتان باشه. خیر من میرم. پروردگار نگهبانت. اکه نمیک مادر جان حاضر که من یاری تجلی رو دعوت میکنم. یاری تجلی رو دعوت کنه. با یاری تجلی زن زنه زودتر. حاضر میام با یاری تجلی زن زنه اولی و بعد از توخی. اگر مراد هم یاری تجلی رو جایب نمیزنی. با یاری تجلی مردن ابلا. این مردم چکار میکنه؟ خیر مایلش اگر او بمیرد گناه زرگردنی همه شما است. ای مردم دومولو سیوال دخترم خیلی نکن. دومولو به شما چقدر تشکری گویم کم است. استغفرالله. آخر شما مرا نجات این دادید. خیلی کارها در حیات میشوند. این جون رو با ما خدا داده است و آن رو روز میگیره و ما تنها وظیفه انسانی همان را اجرا میکنیم. به هر حال
همین طور هم باشد از شما خیلی مینه دارم. معلش دخترم، روزت بخیر. در حقیقت شب نشینی خوب است. از جایتون نجنبید. این بینمود کی است؟ سلام علیک. سلام. این دردی سر باز پیدا شد. خانم سله، برای به خطر شما باید این شخص رو از نظر گذارانم. این شخص به من معقول نشد. افت خونو کش درگور. یک طرفیست. کش. به تو چی شد های؟ با کیوا خوردنم راست میپرسم؟ بله. شما دیگر کار ندارید؟ مرا ناراحت نکنید. خانم سلین گوش کنید. همش تنها برای به خطر شما است. لطفاً دیگر مرا تعقیب نکنید، نباشد به پلیس شکایت میکنم. خانم پلیس الکی در نزدتان است. مرحمت کرده کویه. چی خدمت؟ مرحمت؟ اردشیر عزیزم بیا میرویم. دیوانه است چی است؟ خانم سله، دستتان دستو گیرید. انسان شبهناک می نماید. اگر به تو ضرر رسید به من زنگ زنید. مایلش سله. به خدا هیچ باوریم دختر نمیآید. با دیر شد. کمی تیزتر راه گردید. تمام عزیزم آمدم. شام بخیر. شام بخیر دوملو. دومولو زیا، شما به شب نشینی نمی روید؟ شب نشینی؟ زهرا باز نگویی که شوهر شوندم رو به شب نشینی دعوت نکردم. کار دارد. زهرا چرا دومولو زیا رو دعوت نکردی؟ یا که از جامعه و ساله شرم داشتی؟ چی گفته نیدینگه؟ البته که دعوت کردم، اما کار داشته است. همین خیلی زیا؟ ها بله، یک کاری فوری برآمد برای همین. چی خیل کار؟ زهرا رو تنها میگذارید؟ این کاری مردانوار نیست. به گوش آقای اکرم نرود باز. بله، بابایم ناراحت می شود. آقای اکرم رو رنجاندن نمیخواهم. من کارم رو زود تمام کرده زود می آیم و تو رو همراهی میکنم زهرا جان. تشکر زیاد عزیزم. خیر، شما میتوانید روید. استراحت خوش. مایلش ما میرویم. انتظاریم. انشالله خانم. کنشید دختر. شب نشینی ها؟ و شب نشینی خیلی شد نرفتم. خوش آمدید. زیا یکی با لباسای دامولوگیش بیاید چی می شود؟
بیاید چه خیلی خواهد همون خلاید. آقا خوب هستید؟ خوبم شماتون بخیر. سلام علیکم. زهرا برای رفتارهای کرده‌ام از تو عذر می‌خواهم. تنها خرسندی تو را می‌خواهم. امیدوارم مرا می‌بخشی. آه بسر این سنگفت و چی؟ اینقدر زود تغییر یافت؟ بعد این امید شدنش عقلش به سرش اومد. سرسته نگریسیلین؟ سلام. شب نشینی چه خیل است؟ بسیار هم خوب است. داماد نامد؟ خاطر نشو میآید. خانم زورو شنیدم خانه دار میشوید. بسیار خرسند شدم. بر شما خوشبختی میخواهم. برای همش تشکری زیاد. من می ندارم. شامتون بخیر. شبی خوش. ای پسر گوش کن. کنی وظیفت رو اجرا کن. برای ما 50 تریز. سردارم سلیند و خانم زهرا را محافظت کردن آمدم. همسر شما را هم در اینجا دیدم. بله گفتم خبر دیم. سروغا را میدیم در دیسک کلو. بله رقص کرده ایستادن. مایلش دستانت را گیر از بدن خانم سلین. احمق. تو خودت کی هستی که با من فرمان میدی؟ دیوانه هستی؟ چی هستی؟ تو چیکار میکنی؟ دیوانه ای؟ تو پلیس رو زدی. یه بچه 1001 استاتیا دارده. نسبت پلیس مقابلت حقارت سودت میکنم به خدا. ای بیعقل تو چی گفته استودایی؟ تو خوبی رو نفهمیدی. ای دیوانه چیکار میکنی؟ دیوانه چی از دستم رو سرده؟ چیکار میکنی؟ دیوانه هستم. دیوانه را در پس پنجره میبینی. سرده. ای بیعقل تو چیکار میکنی؟ دستم رو سرده برای برادر سردید. برادر سردید مرا. شما شکردی کمیسر اونم هستم. این کاری که شما میکنید ای موفق خانو خواهیده جواب بدید. سردید آخیر. برادر گوش کنید. میدانم در این جوی. ای برادر چرا جواب نمیدید آخه؟ ما هم انسانیم کو. من شکایت دارم اکای اونال. التماس یاردمچیتون رو از من دور کنید. خودش چی گپ است؟ این کس پلیسی سرخور بوده است. مرا سرخور نگو که موافق ماده 2016 تو را به حبس میکشم و جزا میدیم. همین خیلی سردارم. اونال تو در اینجا چی کار داری؟ تو را یگان کس دعوت کرد مگر؟ برای ادای وظیفه هم اومدم. خیر وظیفه تمام شد. همکارت رو گرفته روید از اینجا. زود در حال روید. یک ثانیه که ببخشید خانم. دامولات زیاد گفتنی آدم اومده است. اگر اجازه دید در روید. مانه دروید. دوستان، خانمان، جنابان، با شما مهمانی محترم شوهر شونده خانم زهرا دامولازیو رو شناس کردنیم. امام مسجد محلهمان او را استقبال گیرید. زیاد دامولا.
دوری چقدر زیبا شده. زهرا جون بخشش که دیر آمدم. امیدوارم ما رو میبخشی. زهرا جان، آیا با دوستتان گفتم میتوانید که ماه اصل رو در کجا میگذرونید؟ کجا بود آنجا؟ کدام بیابان بود؟ یا اینکه ماه اصل رو در کیهان میگذرونید؟ من آرزو میکنم که ماه اصل رو در یک کنج زمین گذرونید تا آخر عمر. زهرا جان، درباره ماه اصل صحبت نکردم. من یکشان فکری عالی جناب دارم. شاید جزیره های گوای، شویساریا، پاریس، اما با فکر مطلب خوبش دوبای. فکر کن در میدان آزادی نشسته، با کبوترها دانه پرتافته، در طرف خانه نشسته، غروب آفتاب رو یک جای تماشا میکنیم. و شاید در کینوتئاتر نشسته، فیلم تماشا کرده، سپس با تاکسی با مهمان خانه آمده تا سحر اون طرفش رو نقل نمیکنم، زیرا بعضی ها حسد میبرن. بسیار روز میپرسم ما درباره ماه اصلمون گپ میزنیم. میتوانید حلاوت برید. به هر دیتون خوشبختی خواهانم. آقای جغتای، تشکر زیاد از شما منت دارم. اکنون نوبت من رسید آقای جغتای. من هم خودم همین رو میخواستم. حاضر شرمنده میشوید. داملو رو بین. از آن دنیا با این دنیا آمده است.
янга ту ба домуло будани зиё боварӣ дорӣ? ки буданаш маълум нест. онҳоро нигар, лекин ба наздикӣ фош мешавад. خانم زهرا رسیدیم. مرحمت، کلید شما. برای همش تشکر زیاد. خواهش میکنم خانم زهرا. شب بخیر. شب بخیر. داملا زیو. لبای خانم. یک چیز پرسم ممکن است؟ البته پرسید. اینقدر زیبا رقصیدن رو از کجا آموختید؟ یعنی من یعنی شما از من این طور چیز رو انتظار نبودید ها؟ نه چرا؟ خطا فهمیدید مرا. استغفرالله، این خیلی می شود؟ در حیرت افتادم. خانم زهرا گوش کنید. درباره من یعنی فکرهای نادرست رو از سرتان دور کنید. فکر میکنم بسیار در حیرت میمانید. این طور پیانینا رو بسیار خوب می نوازید، رقصی زیبا می کنید، بسیار هم استعداد عالی جناب دارید. آیا درباره گذشته خود از من چیزی رو پنهان می دارید؟ یک دیگرمان رو خوبتر شناسیم، گفته پرسیدنیم، چون که درباره شما یگون نقطه خردکک را نمیدانم. برای نقشایمان این خطرناک بوده میتواند. خواطر نشوید خانم، با نسبت شما یگون کاری خطرناک نمیکنم. البته باوری دارم، شبه ندارم. تشکر زیاد. خواهش میکنم. یعنی مسئله رقص کردن رو گویم، از تلویزیون، از ویدیوها مختم، یعنی بسیار شوق داشتم. بسیار شوق آورید. شوق آور؟ یعنی شما گناه کنید، همین خیلی. خانم زهرا، کمی راه گردیم. اگر خواهید من شما رو تو خانه تان همراهی کنم. تو خانه؟ تو اینجا؟ بله. یعنی مانند فیلم. چنان. البته مرحمت. مرحمت. دستم رو گیر. تشکر زیاد. آنها رسیدیم. ساخته هم باشد انسان به هیجان می آید. بله. پگو. مرحمت اول شما. نه اول شما. نه شما لطفا. پگو همراهی ما برای خرید کنی به بازار می رفتید اگر وقتتان باشد. البته می رویم. برای همش بار دیگر تشکر. گپ نداره، به تشویش. شبی خوش. شبی خوش. شوکت. شوکت.
ای خدا جان حالا هم تلفنش جواب نمیدهد. این شوکت باز یکم بالا را به سرم آورده است به فکرم. در این سین و سال کار میکنید که ایزارم رو ترک کنم. میدونم که در همین جایید. یا خدایا بسیار گرسنه موندم. یگان کس نیست. بس سرم یگان بالا بیاید کی جوابش را میدهد؟ الو ای ایزارم رو ترک کردم. بسیار گرسنه موندم. اکا اکرم به من نهاری نکنی. آمده اکا چی میشود چشمانم رو میکشودید؟ اکا من گرسنه موندم. التماس یکان چیز گویه. چشمانش رو کشو. کشو اکا. با تو یک امکانات دیگر میدیم. کانتا کلاس رو این بگو ساعت 8 با من روبرو میکنی. فهمیدی؟ امینتر حیاتت رو نجات میدی وگرنه تو رو با کنج دوزخ روان میکنم. چنگیز دستانش رو کشاید. زنگ زن. گریه نکن. زنگ زن. تو قبر رو نمیفهمی. ای برادر تلفنت از سرت مونده. چرا تو حال خاموش است؟ باز چه حادثه ای به سرم آوردن این شوکت؟ بابا جان لبای ما به بازار می رویم. مایلش براری کار تا باز دید. هله زورا چه خیلی خوشبخت است دیدی؟ بابا جان یک چیز پرسیدنیم. مرحمت؟ بگاه اوناف اینجا می آید. بیاید آمده دامالله زیا را ببیند و عبرت گیرد. هله زنک جان با زهرا خواستگاری می آیم؟ دامالله؟ چرا نه آیم؟ حتما می آیم. شما هله عزیزم هله گوشک رو ماند. آی بس هله آی درا سردورم کمتر پیش بسیار خبری مهم اومد که کنعان دیوانه جوره کلتکیلس را اسیر گرفته است و کلتکیلس به نزد آنها می رود.
کالتاکلاس دوستش رو نجات دادن میخواهد و برای آزاد کردن او میرود. بله سردارم وای حتما به اونجا میرود. حتی نقشش رو علکه کشیده است. از تو کسی پرسید؟ یک گروه رو جمع کرده به اونجا میروه. سردارم همه گروه ها بعد از گیر کردن دیگر کس مشغولند. تو با کجا میروی؟ سردارم من بشمایم. تو کارت رو کن، از میزی کاریت نبرو. تو همراه من بیا. من نوبت دارم. در شعبه دیگر پلیس نیست مگر؟ نیست سردارم. فقط تو ماندی؟ بله. لیکن ببین این دفعه آخرینت. باشید سردارم سلامت. خرسند نشو، جمشین. با چشم سردارم. با بیرون برو. تیز برو. ای به خواستگاری زورو چخیل دیر نمیکرده باشم. ای کالتاکلاس که از دست تو خلاص میشوم. این دفعه از دستم نمیگریزی. ها کار خیلی طولانی بوده است. یعنی در تقدیر دومولوزیا دختری مثل فرشته بوده است. این برای من بسیار خرسندی کلان است آقای خلیل. خانم مبرا، من از عهده این کار نمیبرایم. در این مشکلی با من یاری میکنید؟ بله بله، برای دومولوزیا همه کارو میکنم به خدا. نباشد بگاه وو میخوریم. مایلش. تا بگاه شما دستگل تیار کنید، من باشم برای نیکو شیرین تیار میکنم. کم نیست. تلفن کن. تو کم رو نفهمیدی. اگر زنگ نزنی در سرت میپرانم. مرا ببخش برادرم. همینجا ایستید. تشکر زیاد. روز بخیر. برای کار. مرحمت خانم. تشکری زیاد. به ملال خانم. بای بای. خوش باشید. آقای خلیل اکنون ببخشید حاضر به تلفن جواب دیم؟ لبای این چه خیلی دومولو است. هنگامی خریدن کورتا در بازار مالهای با صفت رو فرق میکرده است. به خدا او مرا در حیرت گذاشت. در اصل هنگامی کورتا عوض کردن من او در بازار به من گفت که دختری زیبا با این کورتا بابایت را کشتی. من حیران ماندم. او دومولوی زمانوی است. از همه چی آگاه است. او فقط چیزهای گلچین رو انتخاب کرد. زورا جان ما درست کردیم که او رو انتخاب کردیم. به خدا حیرانم. آفرین به دومولو. تمام شوکت تمام. جای و وقتش رو من به تو میگویم. حاضر من کار دارم که شهر رو خاموش میکنم. مایلش برادرم. آقای خلیل بسیار یک کار مهم به من افتاد. یک جور رفته بعد میایم. دومولو جان با کجا؟ آقای خلیل زحمت نشود همین رو در مسجد میگذاشتید. اما دومولو آقای خلیل با یک جور رفته زود برمیگردم. تشویش نکشید. اومده بعد از نماز به خواستگاری میرویم. مایلش؟ مایلش. در کجا بود از کلاس؟ به اینجا نمی آمده است. جای و وقتش رو خودش معین میکرده است. ای خدایا، در کجا بود است آنجا ها؟ نمیدونم، به SMS روان میکرده است. دعا کن که کالتاکلاس یگان هیله نکند. نه که کالتاکلاس چنین آدم نیست. اگر یگان هیله کند مثل سگ پرانده گورش کنید. اکا به خدا آدم کشی حرام است. اگر حرام باشد پس تو را حرامانه میکشم. حیاتم سوخت.
از این به شرف ها یگون راه گریز نیست. اکنون مرا مجبور کردید. سردارم کنعانی دیوانه برآمد. دیده ایستادم. چی کار میکنی دیوانه؟ چی کار میکنی؟ وقتی پنهان شدن سیگنال رو زیر کردم. زود باش حرکت کن. چی کار میکنی؟ حرکت کن بگویم چی کار میکنی؟ تمام حاضر حرکت میکنم. این آخران سخن من است. در مرگ من هم کنعان دیوانه و هم کمیسر اونال گناهکارند. به هم الوداع. چشمه اینقدر نزدیک نرفت. تعقیب کردن ما را میفهمند. مایلش پروا نکنی سردارم. اوف چی شد سردارم؟ ساعت را نگاه داره یگانجا سر و سیمه. امشب به خواهر زنم خواستگاری می آیند. من باید آنجا شوم. اکا سلیلم به همونجا می آید. در قلنفور برا نگاه کن. آنها را گم نکن که من تو را گم میکنم. پروا نکن سردارم. شما خیر شاگردی من است. لبای چی نامه؟ چی نوشته بوده است؟ زود او را یابید. او به من لازم است. او کالتکل است. با چی نیرنگ داری ها؟ چی شد سردارم؟ چی شد؟ کسی به شعبه ما یک نامه فرستاده است. خیلی؟ در آن نامه آمده است که کمیسر اونال به تپه شاهین بیا و با کیلاس الوداع کن. چی کار میکنیم؟ به تپه شاهین میرویم؟ سردارم چی اوف و پوف داری؟ دمت را گیر سرم را ویران کردی. ای تا دمم را میگیرم. تو فقط از خفای آنها تعقیب کن. شاید آنها ما را به تپه شاهین برند. سردارم ببخشید ناس ندارید؟ یک کشم ندارید؟ داماد در کجاست؟ نمیتابد؟ آقای اکرم امروز با مو برو صحبت کردم. او با همراهی آقای خلیل به خواستگاری زهرا می آیند. فکر میکنم دامولازیا همراهی آنها می آید. بسیار خوب. آدمان محترم از طرف دامولازیا خواستگاری می آمدند. دخترک نازنین من، به من نگر. مثل شاه دختر شده ای. بسیار زیبا. خیلی زیبا. کنی تاب خور. گفتگیم را کردی؟ بله کردم پدر جان. بده. مرحمت. تشکر. فروخ در درونی او چیست؟
دختر زیبایم، اجازه ده پیش از آمدن میهمانا یک چیز را به تو فهمانده دیم. در درون این قوطی از رحمت پدر و مادرت انگشتری نیکاهشان مانده شده است. عمر آنها بسیار کوتاه اما بسیار خوشبخت بودند و زندگی خوش داشتند. میخواهم مثل آنها زندگی تو هم خوش گذرد و عمری بی نهایت دراز داشته باشی. بابا جان، در حیاتم بهترین سورپریز بود. اپا جان ببینید، انگشترینی پدر و مادرمان. میبینم عزیزم، میبینم. بیا اکنون به انداختن انگشترین ها تیار بینیم. آبی چشمت رو تازه کن، گیره نکن. سلین، بابایم ساخته بودن این توی رو باید هرگز نفهمد. مایلش زهرا جان، در این باره بعد گپ میزنیم. ببین چه خیلی تیاری دیده است. زهرا جان، نفهمیدنی اونها فقط از تو وابستگی دارد. بعد گپ میزنیم عزیزم. برای آشکار نشدنش همه کارو میکنم. ما رفتن خودمون رو زیبا کنیم، بعد میاییم. رفتیم عزیزم. این همان تپ است. بله سردار. سردارم، در نامه تپه شوی نوشتگی نبود؟ بله، همین خیل بود. بابای رحمتی هم را در این تپه شوین گور کردگی بودن. این تپه شوین است. به شوخی؟ او به شوخی. به من راه نشان نده چارچشمه. آرام باش، آهسته. دفتگی کاسه نیم کاسه هست. فرا خم شو تو و کالتاکلاس را انا در همین تپه گور میکنم. چی نگاه داری؟ پیشت را نگاه کن.
ایستید گفت برادرم برادرم سردارم کارتکل در سر تیپ هست به خدای. میبینم ابله خاموشی است. زود باشد، من دیگر وقت ندارم. از دست تو بسیار آدمان ضرر دیدن و من هم از جان بیزار شدم. دیگر تو خط ندارم. تو چه گفته ایستادایی؟ آدم بر این پیشنبر را تو را ترانم و همه این تمام شود. ها؟ کالتکلس از دست هیچ کس نمیمیرد. کالتکلس با خواهش خودش میمیرد. الویدا شوکت برادرم. الویدا حیات. ای کلاس، ایستا من تو را میکشم. کلاس جون برادرم، اگر خودت رو از همونجا پرتوی به خدا در جنازت اشتراک نمیکنم. سنگ بردار سردارم. برای آزادی تو شده من خودم رو میکشم برادر، اینجی رو میخرم. نامه آخرینم رو در اینجا گذاشتم برادر جان. الویدا شوکت، خودت رو احتیاط کن برادرم. خودت رو این طرف نکش، من باید تو رو به محمد روان کنم. رفتم. برادر جان. چنگیز، شما مرده وی را برای من یافته بیارید. اطاعت سردارم. نامه رو به من ده. نامه رو به من ده. نمیدیم. کالتکلس پلیس ها از کجا بار آمدن چنگیز؟ من نمیدونم. چو خیل نمیدونید در من نمیدونم اکا. نه سردارم. همش عیب شما شد. از دست شما خودش رو پرتوف. کالتکلس بخدا در درون او زیده نمیمونه. همین خیلی سردارم. چه سفسطه میگوی همشهر؟ مگر ما او را کشتیم؟ کالتکلس خودش را به دریا پرتافت. اگر او خودکشی نمیکرد شما او را میکشتید. بیچاره از برای شما شده خودش را کشت. آه خدایا، او از دستی تو به خودکشی دست زد. منم این نامه آخرانش است. گیر چنگیز، بلند خوان. این نامه آخرانی من است. من از دست کمیسر اونال خودم رو کشتم. شیطان. مرحمت سردارم. رفت شنیده؟ ببین کنعان همینجا نوشته است کو شما آن بیچاره رو از حیات بیدار کرده. چرا اینجا آمدی؟ چه در داری؟ ایدر ای کالتکلس 5335 مرکز با جای حادثه یک گروهی یاری رسان را روانه سازید. کسی را میگوید نمیگوید اینجا آمده کالتکلس را از آب برارید. اینها کجا شدند؟ حاله گفتی اونال می آید؟ کمتر پس می آمدگیست. بسیار دیر می کنند. نمیدونم عجبو. من به تو میگویم که به این توی ما نشو. تو باشی کارو کشال داده ایستاده ای. عقلی تو نمیرسد.
آنجا را روشنی کن با آنها یاری کن کجاست این آدم؟ بله آن طرفش را روشن کن من تو را حالا نداشتم تو چی خیلی بتوانی بمیری؟ بچه تایمون سنگا رو کامل ممکن دارم آنجا باشد دمت را گیر تا آن به شرف رو نیابید از درونی آب نبراید از همان جایی که آن بلوغ میکنن همان جا رو کامل لا بحله مالش علیه من میایم جانکم میایم گفتم که میایم خوب میایم سردارم بخدا پیشنگ یافتنه یه بخدا سردار در تلویزیون دیدم که پیشک کلرز رو میخور ای ابلا چرا من تو رو با خود گرفتم ها؟ ای سردارم داریم قری انگار از من میگیریم بس کن از اینجا نجوم نباشه سردار تا حاضر در نظرم مهتابی برادر شوکت برادر دوستم داشتم برادر به تو چیکار میکنم ای ابله خیز از جایم چرا میگیری؟ من نمردم آی تو نمرده ای؟ البته نمردم شوکت ای درفت تو دیوانه شده ای شوکت من این کار رو کردی ها؟ من گمان کردم که تو مردی من از گریه را مردم تو باشی نمردی من قریب تلخک کف شدم مرده بودم نه نمردم شوکت امشب پیش زهرا با خواستگاری میرویم چه خیلی من میمردم خواستگاری همیشه بست؟ بله پس رفته تیاری بینیم تو چی خیلی نمردی؟ شوکت نام من کلس است مگر کلتا کلس ها نمیمورن آخر در پیش چشمم خودت رو با پایون پرتوفتی کو این قندت رو زن برادری من بله برادرم من تو رو بسیار دوست میدارم دیگر تمام شوکت تمام بس کن بس تمام آخر تمام اگر یک بار دیگر بمیری تمام شوکت تمام بمیری دهان و بینیت رو بشکنم فهمیدی؟ سفسطگویی رو بس کن من تازه نگیرم مردنی نیستم بیا رفتیم دیوانه گریه نکن تو رو سخت تر سوندی یک چای دم کنم آقای خلیل؟ نه امروز روزه گرفتم در خانه کمتر اکنام شدم او کجا گم شد؟ نمیدونم من هم حیران شدم گفت یک کاری ضرور دارم برای یگان کاری خیر رفته است به فکرم راست میگویی چی خیلی آدمی خوب است حتی در روز تویش برای اجرای کاری خیر رفته است با او زنگ نزدید؟ حاضر لیکن رقم هایش رو ندارم بچت هفت شامون برا این آمدی بهار داشت گفته ای چی کاری نکنی عاقبت به دستم میافتی در کجای کلتا کلاس در کجای
خوش آمدید. خوش باشید. سلامت باشید. سلام زهرا. خوش آمدید. خوش باشید. خوش آمدید. خوش باشید. مرحمت گذارید. جناب مقصد آمدن ما به اینجا معلوم است. برای کاری خیر آمدید. اپی نشید سلین. این قهوه هیچ نمی جوشد؟ می جوشد عزیزم، می جوشد. به فکری تو همه برای قهوه نوشیدن آمدن داخل. مقصدشان دیگر است. همینطور؟ بسیار در هیجانم. در قهوه داماد کمی نمک می پوشیم. سلین چیکار میکنی؟ عزیزکم این رسم و آیین است. اگر داماد قهوه را نوشد پس او آدمی خوب است. یک سنجیده میبینید. به من ده. نه انداز. نمیدوزم. این رسم و آیین را یک طرف بذار. میلش بیدید. اوهیست دختر. تمکنش بخیر. زحمت کشیدی. تشکر دخترم. خودش رو همین قدر با ادب میگیرد که. تشکر زیاد. محترم، اولش با خواست خدا ما آمده ایم که دختر شما زهرا بانو را برای دامولازیا خواستگاری کنیم. محترم، آنها یکدیگر را دیدند و یکدیگر را شناخته همدیگر را دوست داشتند. بله، ما هم دامولازیا را شناخته بسیار دوست داشتیم. باوری دارم خوشبخت می شوند. دخترم پیشتر بیا. داماد به شما یک عمر خوشبختی و یکدیگر را دوست داشتن تمنا دارم. خدا شما را خوش پیر گرداند.
تبریک میکنم. مبارک شود. مبارک باشد. تبریک میکنم. رحمان اپا جان مبارک شود خواهر جان. داملا مبارک شود. حلالت باد. مبارک شود دخترم. برادر جان تبریک میکنم. مبارک شود. حالا هم مردنت پیش نظرم است. اگر تو میمردی زهرا را کی مبارک شود برادرم. حالا هیچ شوکت میبینیم باز چی به سرمون میآید. دخترم ай ҳама якҷоя истед расми хотиравӣ мегирам. اولی به گلاسکم کجاله اومده ای؟ тайёр шавед. мегирам. гирифтам. زهرا دخترم میدانی تو چقدر مرا خوشبخت کردی. بابا جان جان دختری عزیزم. ба шумо хушбахтӣ мехоҳам азизам. хостаҳоятон амалӣ гардад. تشکر عزیزم. зӯҳро ҷон ба пеши хусуру хуштоманд рафта каме хизматгорӣ кун. рав хизматашонро кун. خدمتشان رو آقای اکرم یک طرف استید. زهرا تبریک میکنم. تشکر. لطفاً بابا جان با اجازه میلاش شما. دخترم. خوش آمدید акай унал. меҳмонҳо дар ҳамин ҷоянд. ҳамин ҷоянд. наход. бале. ҳале бахшиш ки дер омадам. ҷон аз ман хафа нашав. ман медонам ки ту ҳатман аз гуноҳи ман мегузарӣ. ман агар намебахшидам туро ба ин ҷо даъват намекардам, аммо ту бошӣ боз аз пушти калтакелосат давида истодаӣ. барои ту корат зарур аст ё ин ки оилаат унал. ҳале лутфан. биё меравем. зӯҳро туро дар он ҷо интизор аст. рафтем. ягон чиз нагуфт. намедонам, аз худаш мепурсӣ. хушбахтӣ. шаб бахайр. کمیسر اونال اینجا چی کار میکنه؟ خداش چی گفت؟ یزنا جان خوش اومدید. خوش باشی. یزنا جان بی خداش چی گفت؟ مرا با بوجم شناس میکنی؟ بوجم؟